اعلان نرخ چیپتای قطارهای سمت تاجیکستان و روسیه دهها مسافر این مسیر را پشت خزینه‌های بلیط فروشی راه آهن جمع آورده است. طاهر نظریف که سالها باز در روسیه مهاجر کاری است، می‌خواهد این نوبت توسط قطار رود. او سفر با قطار را در شب و روزی که نرخ بلیط هواپیماها تا 1 برابر گران شده است بهتر می‌داند. نرخ بسیار نرخ خوب، مثلا 1500 1600 میخواد نمیاد. چیم سامانت چند چور چند 5 خیلی با فایده خیلی چیزا میشه. فایده خیلی موجوده. بسیاری از مسافران قطارها که به سمت روسیه حرکت می‌کنند کارجویان هستند که با سبب بیکاری در تاجیکستان به آنجا می‌روند و از این حساب عائله‌های خود در وطن را تامین می‌کنند. نه سامالوت کتی می‌رفتیم، پویز کتی نرفتیم. 1600 بود، باز 150 سکیت کشید. گودکم کتی می‌ریم دا برایم که ارزان‌تر. انتظار می‌رود نخستین قطارها پس از محدودیت 2 ساله روز 16 اوگوست سال روان در خطسیر کولوب والگگراد کولوب به راه برآیند. ارزش بلیط در این سمت وابسته به شرایط جای خواب و نشست از 1581 سومونی تا 2030 سومونی مقرر شده است. هرچند این نرخ تا دوره پاندمی در 2 سال پیش از 800 تا 1150 سومونی بود. مسئولین راه آهن تاجیکستان میگویند نرخ بلیط ها از روی کورس فرانک شویتساری که در نظام جهانی راه آهن رایج است معلوم می شود. اگر کورس این پول به طور نظررس تغییر کند، نرخ بلیط ها هم می تواند پایین یا بالا رود. مقامات به موسمی بودن تعداد مسافران قطارها نیز اشاره می کنند. در تمام دولت‌های دنیا همین مسافربری از طرف بودجه همچنین ساید اتاتسیونی مبلغ گذاری می شود. مبارک سال 2019 از فعالیت مسافربری 51 میلیون سومانی ضرر دیدیم. شما بدونید که مسافرگردش ما موسمی است. یعنی مهاجری ما هوا گرم شود میرود مسافرت، هوا خنک شد برمیگردد. تابستان هم از این طرف خالی میرود، هم از اون طرف خالی میبیاد. لیکن دیگر راهها برای کشاندن وگون ما خوب پر باشن، خوب خالی یخل مبلغ میگیرن. راه آهن تاجیکستان خبر می‌دهد که با مقامات مربوطه کشورهای ازبکستان و قزاقستان و روسیه در مسئله تخفیف‌ها صحبت کرده و الکی به موافقه رسیدند. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه میتواند برای صدها مهاجر خبر خوب باشد. به خاطر گران بودن بلیط هواپیما، مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد می‌کردند. آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان آمد ماه مارس سال 2020 بود. سروین نظیرالله، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.